به شما دوستان عزیز، اومدیم با یه مهمون جدید ماینکرافت بریم که مهمون جدید نیست. سلام کن آقای آرمان. توی ویدیو قبلی آرمانم با همون بود، اومدیم چوب بکنیم همین اول و این تیکه رو نتونستم واسهتون بذارم چون یه مشکلی با همون پیش اومده بود و نتونستم متاسفانه براتون بذارم. خیلی خوب، حالا چوب بکنیم، ولی کاری نکردیم، فقط چوب کندیم. اومدیم یکی از کمیاب‌ترین و جدیدترین بایوم ماینکرافت رو پیدا کردیم که بایوم خیلی قشنگی. وای همش گوشته، آره همشو بکن، همشو. اینا خیلی کناره، من 14 تا دلم بسوزه ها. یه درختم دارم، او بکن پس درختش دارم. خب میدونم منم پس بعد رو بریم بکاریم دیگه. اینجا که نه یه وقت رو بریم یه وقت تو خونه ساختیم و چرا یه هاردکور فراموش کردم اینو بهتون بگم. یادتونه بهتون قول داده بودم تو ویدیو قبلی که هاردکور مشکل براش پیش اومده بود. حالا دیگه اومدیم تو هاردکور و داریم بازیش میکنیم. خلاص که دیگه نمیشه گفت، ولی مردیم دیگه. میشی خلاص مثل در چی بود اون؟ یه شعری بود فراموش کردم. ای خدا، خیلی یعنی شما اینقدر حواس کرد. گوه سود من در آوارده ای. من تموم شد. بیا بریم. 25 تا 2 تا درخت. بیا بریم سنگ نم بکنیم. بیا بریم سنگ اینجا هست بکنیم. حیفم یه چوبا رو به هدر بدم. عیبی نداره. کجایی؟ من این دارم همینجور جسایی لخته این. خب بیا اینجا. بابا همیشه ساکت بشی. کافتینگ تیبل بسازم. تو خودت بساز. من حیفم میاد. من ندارم. باشه بابا خودم میسازم. خودم. بله. نه خیلی هوایه. دوستان از من 3 تا چوب داشتم. به کتف چپ خودت. به کتف چپ خودت سنگه بابا. چه سوتیه سمی بود بابا. این خیلی سخته تو هاردکور. فکر کنم یه روز هم نتونیم دووم بیاریم. آره دیگه دوستان باید پیدا کنیم هر جا که شده. باز میدی واج به کی؟ خب گوسفند هستی گوسفند. بابا الکسا دوستان الکسو استیو من پلو قیم سبزی و این کافتم. من پلو قیم سبزی و این کافتی. تو پلو بادیم جونش هم نیستی. یا بود کوچه همین ایکس پلو کی خواه خب دوستان هر روز که نه هر هفته میتونیم براتون ویدیو بذاریم. هر هفته دیگه شد من چون امتحانات چیز شده دیگه این چند روز میبخشی که ما ویدیو نذاشتیم. درخت دیگه از حیف نمیاد نصرفش کنی. خب بیا الان چیز کن، یه کلنگ سنگی بسازیم. یه کلنگ سنگی و یه تبر سنگی. صافه. چی صافه؟ اینجا بیا نگاه کن. خیلی خوب. به من چه هستن؟ صافه درخت نداره. چرا الان من کسمغز دارم اینجا چیز میکنم. میخوام کلنگ سنگی بسازم، میاد چوب میذارم به جاش. من پشمام ریخت. من دارم با کلنگ درخت میکنم. حواسم نیست. بله
ما تا گاو و گوسفند به هم افتادیم مثل گاو. گوسفند من گاوه. باز شد میخوادم تبع و سوزم افت کلن ساختم. بودو شب میشه، بودو بریم گوسفند پیدا کنی. بودو چوب نمیخواد. کجایی؟ پیدا میشه. بابا ول کن. کجایی الان؟ من بابا ول کن. بیا بریم. جایی. نه اینجا داره شب میشه الان. فکر کنم اینجا پیدا کردم. خوش داره شب میشه. بودو کجایی؟ بودو این پایین. بیا بریم. داره شب میشه. این چیکار کنی؟ خب صاف باشه. چیکار کنم؟ برم. داره شب میشه. تو حاض کن. بریم زیر زمین قایم میشی تا فردا. آره دیگه باز قسمت بعدی اونجاییم بعدا. یک گل قرمز میخوای؟ وای چقدر ویدیو کم شد. این خوبی میده گل قرمز. با بیا تو بریم ما به گوسفند پیدا کنیم. گوسفند تو رو میکشیم. گوسفند پیدا میکنیم. تو خدا از این مسخره باز. گوسفند خودش رو پیدا کردم. کجا پیدا کردی؟ سه نباشم. نباشی. خوب بابا راه میره. خیلی واقعا. کجایی؟ خب بیا دیگه. گوسفند چیز بابا اسب خوشگله نجیب. گوسفند سفید. بزنش بکش سریع. بکشمشون بزن. ان بله. تو چی شو اندرمن نگاه نکنی. اوکی تو خدا باز زیر زمین لا اله الا الله. بابا نیا آفرین. بیا کنار بزن. خب الان اینجا یه جا باشی فقط دیده شه. خیلی خوب. الان واسه ببن. چی؟ ببن. خب نوراس. اوکی. خب همین ویدیو تمام کنیم یا استاپش کنیم که به صبح بشه؟ من نمیدونم دیگه. بذاریم صبح بذاریم استاپش کنیم. خب دوستان ما به محض اینکه صبح شد الان فعلا استاپو میزنیم. نه همینجوری ادامه بدیم واسه طولانی میشه دیگه. بهتره دیگه. چی پیدا کنیم؟ تو چه داری؟ صبح شه. خب پس من الان فعلا ویدیو متوقف میکنم. وقتی که صبح شد ویدیو دوباره چیزش میکنم، درستش میکنم. خیلی ممنون. بریم. خب دوستان عزیز صبح شد و ما میخوایم بریم بالا. بریم بالا. داری؟ بیا وای فاکو اسکلتون. وای خیلی فقط کجایی؟ درگیرشیم چون تو هازگو قوی تر بودن. اسکلتون چیزش بریم دو تیو سخونم بریم دو سنگ کجایی؟ کیپر آقا میخوام بکشم. میدونم بابا. اون چرا نمیمیره؟ ایکس پی هاشون باید دارم. 3 تا گوسفند کجاست؟ من دارم فکرم 4 تا یا 5 تا نمیدونم. من 2 تا دارم. خب خوبه دیگه 6 تا بسته. میتونیم تخت پیدا کنیم. دقیقا قلب غذاشو بده. بعد نه این گوسفند. نگاه چرا گوسفند. ببین غذا تکمیله. تامینه. اون پایینه. سعی کن بشینم. نمیخواد. بریم خوشی خیلی چیزا بهمون میگه. بریم. چی میخواد بریم پایین. بریم که میمیریم در اصل. خیلی خب بس نمیریم پس. خب کجایی؟ خب بریم. آجی من 2 قلب دارم. بیا غذا درست کنم. بیا غذا من دارم میدونه. بهت بدم. الان
خب بیا بردار آره انداختم نمیخواد کجاست؟ نگاش کن سر بزنم پایین خودی کامل شد چیزه نه عزیز ببینم کامل نشد خداییش او پس نه خوشم گوش خوک حرام است ولی کامل کرد گفت پسر عمو دامان برش کنم حسین ندارم بکشمش تکمیل شدم خب یکم دیگه ها؟ یه دونه دارم نه بابا الان فعلا نمیخوام بکن فرنس رو بکن فرنسه تو به چس میگی تو به کافی میگی چس به فرنس میگی شوخی ای خرگوش ولی مثل 3 ساعت فقط باید بکشیمش حسین نظام بریم کجایی ای پاش نمیشه بکشیش حدیثه داده نیده بودم خرگوش ندیده بابا ولش کن نمیده فندو اصلا بابا نه اینجا نه تو اینجا نه تو خدا نه نزنیشون تو خدا نزنیشون بابا نزن بیا بریم من رفتم خرگوشی مرد گوشت خرگوش داد خب گوشتم باید بده دیگه ای پوستا مطمئنی بکشی نمیشه خیلی سختیه بیا بریم بابا بیا بریم گوشت خرگوش کثیفه اما در مایکروفت نمیشه تو مایکروفت همه بی منطقی ها منطق میشه هیچی نه بعدش هیچی نمیدم خب چون خرن دیگه هیچی نمیخورن این همه علف اینجاست من هیچی به اون بنو چه دوی بداد آره خیلی بریم یکم بالاتر اون بالا چیست خرگوش من برف خوشحالی میکنم من از خوشحالی میکنم تو از برف خوشحالی میکنی بیا بریم اینجا کجایی من بالا خب بعد دوستان عزیز تا همینجا که اومدیم بسته به تو قصصای دیگه ادامهشو میدیم خداحافظی کن آمان جون واسه من بیام باید خداحافظی کن کجایی اینه اینجا بوستایت هم داداش کجایی سلام خب خداحافظی باید کنی خداحافظ خدمت شما لایک و کامنت فالو فراموش نشه سابسکرایب کنی خدا نگهدار دیگه گود بای تمام شد